دادگاه عالی تاجیکستان روز 7 ایول محاکمه پرونده دستجمعانه 116 گمانبر شده همکاری با سازمان ممنوع اخوان المسلمین برادران مسلمان را پس درهای بسته شروع کرد. نماینده دفتر مطبوعات دادگاه این خبر را تصدیق کرد ولی گفت به علت پوشیده بودن بررسی شرح بیشتر دادن نمیتواند. من میرزا نبی خالقزاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته یک منبع نزدیک به دادستانی کل تاجیکستان، پرونده 114 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند مصر را از روی 4 بند کودکس جنایی به تشکیل سازمان افراطی و سرمایه گذاری به چنین نهاد عیبدار می کند. این منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت پرونده 2 هفته پیش به دادگاه فرستاده شد. متهمان بر اساس 4 ماده کودکس جنایی عیبدار دانسته می شوند. گفته می شود روز 7 ایول نخستین بررسی پرونده در مؤسسه تفتیشاتی بازداشتگاه موقتی رقم 1 تحت ریاست دادرسی دادگاه عالی محمد رحمانزاده جریان گرفت. بر اساس عیبنامه پیشنهاد شده به بازداشت شدگان تا 12 سال زندان تهدید می کند. وکیلان گمانبر شدگان از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند و فقط ذکر نمودند که پرونده زیر مهر مخفی بررسی می شود، بنابراین حق دادن معلومات را ندارند. خویشاوندان متهمان نیز از صحبت کناره‌جویی کردند، اما یکی از آنها نصرت الله علیف از شهر باختر گفت به او درباره پرونده پسرش معلومات ندادند. وی گفت تا حال نمی‌داند برای کدام کار او را بازداشت کردند. نصرت الله علیف میگوید فقط به بازداشتگاه غذا میبرد و تا حال خود فرزندش را ندیده است. وی میگوید ادوکاتی آنها قریب به آنها گپ نمیزند. این شخص افزود پسرش در دانشگاه اسلامی از زبان انگلیسی درس میداد و ماه فوریه دستگیر شده بود. بنابر معلومات تصدیق نشده در میان بازداشت شده ها رئیس دستگاه حکومت شهر اسفره و 20 دانشجوی دانشگاه‌های عالی کشور به خصوص دانشگاه اسلامی، زادگان و ساکنان شهرهای دوشنبه، کولا، باختر، اسفره، ناحیه رودکی و غیره هستند. چندی از گمانبر شدگان در مرکز معرفت و تعلیمی معرفت 2012 آموزگار و دانشجو بودند. حقوق شناس تاجیک بختیار نصراللهیف میگوید عاید به عضو بودن یا نبودن متهمان به اخوان المسلمین چیزی نمیداند، اما میداند که این سازمان در تاجیکستان خیلی فعال است و به این تشکیلات اکثر آدمان باسواد میپیوندند. وی افزود پرونده اخوانی ها پرونده عقیدوی است، یعنی عقیده بازداشت شدگان را مقامات اخوانی میحسابند، طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افراطگرا میدانند. در تاجیکستان 18 سازمان تروریستی و افراطگرا و ممنوع اعلان شدند که فهرستشان از القاعده آغاز یافته داعش و طالبان، جماعت تبلیغ، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 را در بر میگیرد و با پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارج به پایان میرسد. رهبران بعضی از این سازمان‌ها قرار دادگاه عالی تاجیکستان را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست کشور دور کردن خود می‌دانند. مقامات میگویند این بخشی از مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در کشور است. مخالفان و منتقدان حکومت میگویند بازداشت‌ها تلاش برای ترسانیدن جامعه است. سازمان‌های حامی حقوق بشر میگویند تاجیکستان نباید مسئله مبارزه با افراطگرایی و تروریسم را برای سرکوبی دیگراندیشان و اصلاحات خواهان استفاده کند و دادگاه گمانبران نیز باید آشکار و با حضور خبرنگاران جامعه شهروندی صورت گیرد.